محفلی امروزه ما شاعری خلقی تاجیکستان استاد بسیار خواهش میکنیم که اندیشه هاشون برای ایجاد استاد جمشید اسماعیل اینجا یادآوری کنند. قوله اقبال ما می‌دمد خورشید استقلال ما، هدیه یزدان بهشت ما وطن، شه کتاب سرنوشت ما وطن. چیست استقلال؟ عزت داشتن، بر دیار خود محبت داشتن، در زمین سینه اهل بشر دانه مهر و صداقت کاشتن. هدیه یزدان بهشت ما وطن، شه کتاب سرنوشت ما وطن. همین جشن من جشن عزت نام من. مهرنامه گذشته و آینده ندارد، مهر یا هست یا نیست. تمام شعرهایی که در اینجا اگر شناور کردن بعضی حتی برای من نویگری بود، اینا در آشخانه خانه من تولد شدن. شعری دوست عزیز من ارتیست خلقی تاجیکستان دولت عزیز من که نشستن بدونن که تمام همون نسل یک شعر میخوان. ناکامو البته کسی طلاق کرده بود نمیدونم دور شده بود. میروم هرگز نمیآیم دیگر، همراه و پشت و پناهم یاد تو، میروم تا اینکه بعد رفتنم تینج ماند خانه آباد تو. استاد رحمزاده میگفتن که همون تینج خانه، من میگفتم که معلم همون تینج ماده معقول نیست خودی من با. من در تمام ادبیات من تا امروز در نظم و نثر دیگر واژه تینج استفاده نبردیم. ما استفاده بودیم چون من دیگر قوت نداشتم. استاد رحمزاده گفتن که همون تینج ماده میفهمد. ببینید در یک روژه ما دانشگاه دولتی تاجیکستان، من و زندیات دوست عزیز من جورابک نظریف همین سرود ایجاد کرده بودیم. یک روز ما دیگه صاحب خانه و در شدیم و چی کنیم بود که جورابکی از کلوب بسیار کلوب خودش از کلوب از چی است خوبالی گفت که از کلوب یک بچه هست گفت بسیار خوب میخونه بسیار چند نازنین است، اجازت ما بیایم همین کوخنه تا در بشینیم دیگه جا نداریم. گفتم بشینیم. بعد چندین سال ششتن از آن کوخنه نبر آمدن فیضلی هم جذب میکنن. من میخواهم بگم که انسان ها از خاطره ها آغاز نمیشوند، با خاطره ها تمام میشوند. در اینجا نام جورابک نگرفتن دوست عزیز من در این برنامه خوبشان این عیب نیست. اینو از نسل شما از نسل دیگری، لیکن نسل گذشته فراموش کردن نیست. من حوض فراموش کنید من خودم فراموش نمیکنم تا اصلا. لیکن جورابک این یک استادی بود که حتی جمشید رهگردیش، سیموش، حتی صورتش باید مانند بود. بعد قربان علی را از رایون واسه پیدا کرد با گدا علی. یک چیز عجایب و غرایب برای من هست که همین 3 نفر در بین یک ماه از دنیا رفتن و هر 3 نفر در لوچوب خوابن. شما یک فکر کنید این چی است؟ من میخواهم بگم که جمشید مثل همه هنرمندای اصیل طبیب بود، خداداد بود، مادرزاد بود، برای ما یک دودرک بود. یک چند وقت پیش از همین وفاتش ما در حالت قرار داشتیم همون کووید میگیم در که دیگر یک کسی نمیپرسید، فقط میگفتیم که کی رفته است، نمیگفتیم که مرده است، میگفتیم کی رفته است. گفتن که جمشید از بدخشان تلفن کرد و گفت که من بعد 2 روز میام و با اپای جون من سلام میگیم. همون ما این سروده ما در کوکنی همون کس اینکه با دوست میدوشم در روشونه همون کس تولد شده است. بعد چند روز میفهمم که جمشید نیست. تا حوض من باور نمیکنم نه با مرگ جمشید، نه با مرگ جورابک، نه با مرگ قربان علی. اینا در زندگی براهاشون حرفی شد مثل همه راه. اما اینا یک انسان‌هایی بودن که برای ما بنیاد یک سرودی عاشقانه ملی جوانی را گذاشتن. من که از او سرودهای دیگر هم باخبر هستم، اما وقتی که جمشید میخواند که نماز شام منزلها چراغان، بسوزم از شرار درد هجران، کجای تو چراغ منزلی من و بزم کیست این حال فروزان، چرا این شب عزیزم دیر کردی مرا از زندگانی سیر، غم دنیا با دوشم بار بی تو، منی بیچاره خار و زار بی تو، نه گل هست و نه گل خسار بی تو،
چرا میشه عزیزم دیر کردی مرا از زندگانی سیر کرد. دیروز در یک محفل بسیار قدیمه جمشید سرود میخوام، سرودی میرم هرگز نمیآیم دیگر. نگاه کنم که همه ارتیست‌های خلقی گریه میکنن، اونا برای جوانی مردهشون رفتهشون نبودهشون گریه میکردن، برای سرود من جمشید نه. اما خوش به حال جمشید عزیز من برادرک من که توانست که همین درد همراه خودش به این قرن دارد، از قرن 20 تا قرن 21. کسی گفته است که تنها صداست که میماند. صدا اگر سخن باشد، چون که باز در اون کتاب مقدس هم آمده است که اول سخن بوده است، سخن خدا بوده است. جمشید اون چیز را انتخاب میکرد که دل خودش میخواست. اولین سرود برای خودش ایجاد میکرد، آخرین سرودی که ایجاد کرد باور میکنید یک بیگاه روز اومد با لباس خانگی خونه ما اما صدقه صدقه امشان حمیده نویسید چیز چون اون از کار اومدیم یک شکای خودیم نه ما یک آهنگ ایجاد کردم. بعد 2 ساعت میبیم بعد 2 ساعت با من که دفتر میشه، بعد 2 ساعت میبیم اما صدقه همینه آپاش. بعد 2 ساعت اهل خانواده‌مون هم حیران، اهل خانواده‌مون بسیار جمشید دوست می‌داشتن، همچون اهل خانواده ما. اومد بعد 2 ساعت اومد پیش من، شعر گیری رفت، نمیدونم شعر کجا شد و آهنگ کجا شد. اگر کسی اگر دانه داشته باشد همین شعر آخرینی که جمشید ایجاد کرد من براش ایجاد کردم، اونم برای زندگی شعر عشق. خب دیگه چی بیام میکنم؟ چرا این شب عزیزم دیر کرد مرا از زندگانی سیر کردی؟ این چراغی که ما داشتیم، این چراغی که محفل‌های ما رو روشن میکرد جمشید برای ما سوخت و رفت. بهوده گفتم که هنرمندای آوازخوان و نقاش و اینا همشان دراز است. درست گفتم که همشان دراز است. مثلا بعد 100 سال اگر جمشید زندگی میکرد برای ما کم بود، اما در همین عمر کوتاه آنچه در گفت که دل ما میخواست، آنچه در میگفت که ما پنهان میکردیم، آنچه در میگفت که ما دروغ میگفتیم. جمشید است، یادش بخیر تو درکی.